پرونده تخریب سنگ قبرها در مزار دهه ریود ناحیه عینی بعد 2 سال بسته شده است. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشات روز 6 می گفت انگیزه این کار و همین طور عاملانش ناگشوده باقی ماند. فرهاد قربانوف رئیس جماعت اورمیتن ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند تفتیش کردند اما یگان نفر گناهکار را نیافتند. ساکنان دوباره سنگ قبرهای خراب شده را برقرار کردند و ظاهرا قضیه با همین انجام شد. در اداره دینی حکومت ناحیه عینی گفتند که حادثه شکستن سنگ بالای گرهات در دهه ریود یگانه حادثه در ناحیه بود و بعد آن چنین اتفاقی تکرار نشد. ما با این موضوع با درخواست یک خواننده وبسایت رادیو آزادی برگشتیم که در یک نامه پرسید با گذشت 2 سال این قضیه با چی انجامید. مقامات پلیس ناحیه عینی ماه می سال 2015 از روی حادثه شکستن سنگ و کتیبه بالای قبرها در روستای ریود ناحیه عینی ولایت سوخت پرونده جنایی باز کردند. مقامات پلیس آن زمان اعلام کرده بودند که افراد ناشناس سنگ قریب 30 قبر را پاره کردند و این حادثه بر اساس بند تحقیر جسد فوتیدگان و گوری آنها مورد تحقیق قرار دارد. با گفته منابع پلیس تحقیق پرونده شکستن بیش از 15 سنگ و ساغانه روی قبرها در مزار جنت البقیه جماعت یاوه ناحیه باباجان غفورов نیز عاملان این عمل را معلوم و دریافت نکرده است. این حادثه ماه می سال 2012 اتفاق افتاده. برخی از روحانیان آن را کار دست گروه‌های نوپیدای اسلامی نامیدند که سنگ گذاشتن، پوشاندن و پنجره گرفتن قبرها را قبول ندارند و بدعت می‌شمارند. در همین حال مقامات محلی در ناحیه باختر ولایت ختلان گفتند فردی که دست به تخریب 28 سنگ مزار در آرامگاه دهه خورسندی زده است، یک جوان 22 ساله و مبتلا به بیماری روانی میباشد. از حکومت ناحیه باختر روز 1 می بر رادیو آزادی گفتند که دلشاد دولتبکov 22 ساله در این موضوع الفتروی نموده طبق خلاصه تفتیشات در روز اول یک سنگ و فردای آن سنگ‌های بالای 27 قبر را تخریب نموده است. خودسرانه خراب کردن قبرها و بر علاوه ربودن مال مردگان در کشورهای مسلمانی از جمله تاجیکستان از قدیم یک موضوع حساس به شمار می رود. روحانیان تاجیک میگویند خودسرانه شکستن و خراب کردن قبرها و سنگ بالای قبرها به چهارچوب آداب و اخلاق مسلمانی راست نمی آید.